سلام، آماده شیم بریم دانشگاه. روغن میزنیم کم چرب نشه. جوشا رو قشنگ میپوشونی. هایش بلد نیستم ها. بهترین ابرو فقط شونه میکنیم چون حاصله ژل ابرو ندارم. روشونه خیلی مهمه. این برای دوست عزیز و گرامیمه. اگه داری این آخه من چه کارم؟ من امروز تصمیم گرفتم از این بزنم. من کی هست؟ دوستت دارم. خیلی شد. ریمه حجم دهنده بردن. موهام بستم. روش بریم دانشگاه. سویچ، روتر، استوریج، سیستم ذخیره ساز یکی از در واقع. خب همینطور که میبینید من دارم برمیگردم خونه و خب دیگه روز خودم به پایان رسوندم. خب من دیشب که برگشتم دیگه نتونستم فیلم بگیرم، وقت نکردم، کار خاصی هم نکردم. امروز از صبح الان ساعت چنده؟ ساعت اجازه بدیم ساعت 6 روبه و من بازم از صبح فیلم نگرفتم، ولی خب الان تا شب روتین شب منو میتونین ببینید و کاری که در ادامه ممکنه انجام بدم. همین دیگه، یک توضیح برای اینکه الان روز بعده و گیتار. بله من گیتار میزنم و جلسه پیش درس پوزیسیون رو خوندم. اونایی که گیتار میزنن احتمالاً میدونن چیه، اونایی که نمیزنن نیازی نیست بدونید چیه. دوبار ریتم جدیدمون هم تمرین میکنیم. ریتمم دارم. موهام در یک لیگ خاصیه، متوجه این دیگه. چرا رو به بالا؟ No, God, please, no! No! خیلی دوستش دارم. کتاب روانشناسی، خودشناسی، نمیدونم، موهامو هم توجه نکنید ولی بودن یه فصلشو خوندم و جالب بوده و پیشنهاد میکنم. باعث میشه که یه تغییری تو زندگیتون ایجاد بشه. مثلا One eternity later.
رویم برای روتین پوستی شب. صبحم همینه. تونر سیمپل، آبرسان نئودر، ایرانیه ولی خیلی خوبه. مرطوب کننده نیوا، یه کوچولو سنگینه ولی خب خیلی کم میزنم، به پوستم میسازم. کلا همین قد بزن کل صورت. در نهایت روغن مورچه به گردن. مرحله آخر یه دونه از ظرفای برق لب خالی میکنین بخاطر که این به درد میخوره. وازلین لب، میریم برای لالا. خب سلامی دوباره، در واقع خدافظی. من دیگه امروز صبح بیدار شدم و کارمو کردم، از نرمم باشگاه و خب تو باشگاه طبیعتا نمیتونم فیلم بگیرم، اجازه ندارم. و خب دیگه امروزم یه کلاس گیتار گروهی دارم، اونم باز نمیتونم فیلم بگیرم متاسفانه، ولی دیگه این ویدیو تا همینجا به نظرم بسته. اتفاق خاصی نیفتاد، انشالله از ویدیوهای بعدی بهتر و بهتر میشه. بای بای.